قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. یعنی فرق مایو گفت فرق صحابه ها. ابو وائل از کبار تابعین مخضرم که ابو وائل نه مخضرم بود. یعنی میگفت وقتی که میگفت مکنده، یعنی میگفت وقتی که میگفت خالد رضی الله تعالی عنه وقتی که ابواب کدا در اومد میگفت او باش مکه بر اومد میگفت جنگ به خالد مثلا چیکار کرد دید وای ها وقتی که جنگ میکرد میگفت وقتی که وای ها گریخته میگفت قریب بود که میگفت چی خیلی خالد گردن من شکند میگفت. یعنی که بدین مخضرم بود. یعنی کودکی مایده بود من بازی میکرد میگفت با بالامو چی میگفت خیلی خالد رضی الله تعالی عنه یعنی داوود گذشت میگفت. یعنی الله یک چی نجات داد رحمه الله. یعنی خردسال به کودک بود. یعنی هم به یعنی میگفت که صحابه های میگفت که وای ها چیکار کردن میگفت. یعنی میگفت که هؤلاء اقبلوا میگفت الی الله میگفت نعم هؤلاء هربوا من الدنيا واقبلوا نعم الى الله میگن اقبلوا الى الله والدنيا نعم تبعتهم ونحن میگفت اعرضنا عن الله واقبلنا على الدنيا نعم وتركنا الاخره وفرت منا الدنيا. صحابه ها چیکار کردن میگفت. یعنی الله به رو آوردند از پی الله شدن از دنیا گریختن الله مرضاتش به نائل شده دنیا چی شد عقفای میدود. یعنی خدمت میکنن میگفت یا دنیا میگریدن. اما چیکار کردیم ما از الله رو گردوندیم عقفای دنیا شدیم از الله چی از رحمت محروم شدیم دنیا برسیده نتونستیم میوننده مونده میوننده چیکار کردیم مونده نه دنیای گرفتیم نه آخرت دست بگرفتیم میگفت. باب کردیم اصلا همون سالون واجبش بودنش معلوم نشد. سالون که من نماز میخونم و هم نمازم و هم آخرت هم میخونم و هم دنیا هم نه فقط یعنی دنیا برای هم بینید. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید. یعنی وقتی که آخرت میپرسی یعنی چی میکنه. یعنی مشیئه به تعلیق نکنون دعاته نگو که اللهم ارحمنی ان شئت واغفر لی ان شئت یعنی خیلی نگو فليعظم المسألة مسألة بعزم برس الحاح برس. یعنی مسألة نگو که الله اگر خواهی منه چی بخش اگر خواهی منه رحم کن نگو این خیلی با الحاح گشته بگشته با تکرار با تأکید برس الله گو منه رحم کن منه مغفرت کن. اما امر دنیاوی چی به تعلیق کنون مشیئه به نعم اللهم اینی استخیرک بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر فإنك تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا ثم يسمي حاجته دیگه هو خير لي في ديني و دنیای. برای که تو نمیدونی که این چیز دنیا تو بعد مثلا خیر میشد یا که شر میشد. برای دنیایی که طلب کنی الله به چیز تعلق کنه که همین اگر همین کار مثلا نه همین مثلا همین جوال میخریدگی گو که همین اگر برای دنیای آخرت من خیر باشد همین انده چی کنی یعنی میسر کنی و الا من این چیز دور کنی. دویم چیزه چی دین به تعلق کنون. یعنی اگر دین من به مثلا نه باش برای که نمیدونه این چیز که تو به نیکی باشه میبره باشه یا که بدی میواره باشه. یعنی وای به چی نمیکنی. نعم نعم همین چیز یعنی همین چیز یعنی فقط مثلا آخرت طلب میکنه به عمل صالحات. اما دنیای طلب کردن باشه فقط تعلق کنه. اگر همین چیز مثلا تو حاضر چی ماشین خریدنی گو که همین ماشین اگر برای دین من نیکی باشد من به محسن همه چیز چی دین به تعلق کنون. یعنی حج رفتن با زکات سپردن و بالاخره عمل با دنیای نمیدونی دنیا نمیدونی چی خیل؟ دنیا برین نام پسیده چی خیل دنیا نمیدونی؟ مثال الله اون سوز که اگر حج کردنی مقصد امین من با اگر خیر باشد من حج کنم همین گپ میگم
نه 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 این نه عملایی که میشو دین با میشو و نه 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 حاجی اگر فرض که باشه بنده نمیکنم به شیخ مقبل رحمه الله اینو میگفت از صفاحت میگفت بعض الناس میگفت از چی میکند یعنی بین میگفت دموج ترکر برفتن میگفت که من اول استخاره میخونم میگفت چی خیلی میگفت تو بین واجب بین مثلا چه یعنی بین پیش من انده میگفت دو کار میگفت دموجند طلب علم دوام دادن یا که صنعا برفته تجارت کردن میگفت این چیز دو شی مباح انده میشن میگفت مشروع انده میگفت اینا تو بین چی بین واجب بین یعنی مباح اختیار کرده ساده این میگفت از حمق میگفت این چیزه یعنی عبادت به چیز است نمیگویی که مثلا اول یک دو رکعت استخاره خونم من پیشین خوندم چی باشه اصلا نماز پیش میمیرم نه وای نمیشه نه ای نمیشه نه یا که مثلا ام فردا خلاص رمضان مثلا فردا 15 رمضان همین فردا روزه دارم ندارم دو رکعت استخاره خونم اول بنده استخاره نمیشه استخاره چیزی چی به مباح به دنیوی بمیشه یعنی دنیوی به خانه خریدن ماشین خریدن زن گرفتن آن چیزهای دنیوی به یعنی عبادت به نه عبادت به ها نه عنده طلب علم یعنی خلاص قادر که شد جمع میکنه میبرد مباشرتا یعنی طلب علم واجب این چیز واجب استخاره برای چی میخونه اگر دو جای باشه میشه ها اگر مثلا مکه مثلا که مدینه مثلا نزد هم مشایخ خو چی باشه یعنی حضرت تو نزد امام احمد رفتنی یا که نزد علی ابن مدینی رفتنی و ینده مثلا میتونه استخاره خونه یعنی